اینجا چنل آنباکس با من حمیده پورمند. همراه باشید که بخارشوی کارچر مدل S32 رو باز کنیم. کارچر یک شرکت آلمانیه که تخصصی و نیچ روی محصولات نظافت کار میکنه. بهترین بخارشوها رو داره در واقع. این مدلش یکی از مدل هایی هست که برای خونگی خیلی کار با کیفیتیه. دفترچه‌ای که روی کار هست و قطعاتش و مشخصات و کارت محصول. یکی از مشخصه های این شرکت رنگ دستگاه هایی هست که تولید میکنه که یک زرد خاصی هست که مختص شرکت کارچر. اول قطعات ریزش رو میارم بیرون تا بعد بشه خودت محصول رو باز کنیم. این یکی از پارویی های کار هست. پد هایی که روی محصول هست به این صورت و به این شکل. دو تا چرخش که جدا هست، بعدش باید نصب بشه زیرش و لوله های تلسکوپیش. این قطعه همه رو با کاردبرد براتون توضیح میدم. باز لوله تلسکوپی، این شلنگ هم حالا به صورت خرطومی هست، هم که بسیار با کیفیت و محکمه که خب واسه اینکه میخوایم از بخار و داغ استفاده کنیم سوراخ نشه، مشکلی پیش نیاد و اینها، و راحت تر هم بتونید استفاده کنید ازش، کار باهاش راحت باشه. رنگ قشنگ کارچر. مدل S32 این ظاهر دستگاه هست. S33 هم مثل همین هست. خب تفاوتشون توی این قسمت هست که S33 یه دونه فیلتر داره، 32 نداره. از این قسمت باز میکنید، آب میریزید داخل دستگاه، روشن میکنید، اجازه میدید گرم بشه. ببینید تجهیزات کاملا محکم و آلمانی ساخت، قشنگ مشخصه تفاوت. خب دکمه هایی که میخواید استفاده کنید روی دسته هستند که شما راحت باشید. میتونید قفل هم بکنید که خدای نکرده برای کودک شما ضرری نداشته باشید. اگر وسط کار دارید، کار انجام میدید، کودک دارید، میتونید دسته رو قفل کنید که آسیبی به بچه نرسه. قفل هست بخار کم و بخار زیاد که اینجا شما میتونید راحت تنظیم کنید. خب با این قسمت هم برای وصل کردن لوله های تلسکوپی هست و چرخ هایی که این قسمت یه دونه چرخ این جلو، دو تا چرخ بزرگ هم برای عقبش قرار میگیره که رفت آمدش راحت باشه. این پد برای این قسمت هست که میتونید بزنید واسه سرامیک، شیشه، آینه راحت تمیز کنید. بدون پد برای شستشو قشنگ این برس ها محکم هست. اگر بخواید سرامیک ها رو بصابونید راحت میتونید بدون این پده از این استفاده کنید، بخار محکم میزنه و راحت میتونید شستشو رو انجام بدید. برای مبل و پرده هم میتونید از این پد و این دسته این قطعه استفاده کنید. این پد برای سرامیک و کف منزل استفاده میشه، نصب میکنید به این پارویی و راحت برای سرامیک و پارکت استفاده میشه. میتونید با این بخار بزنید بشورید، با این خوش کنید، یا اگر جایی که اصلا نباید مثل پارکت که اصلا نباید بخار بمونه، بعدش راحت این پد رو میزنید و خوش میکنید و سریع تمام آب گرفته میشه.
این قسمت و این قطعه برای جاهایی که گوشه کنارهای منزل، بین درزهای سرامیک ها، یا اگر گاز خوراکپزی گوشه کناراش رو بخواید به شدت بخار بزنید، با این راحت میتونید بخار آب داغ رو بزنید و راحت چربی یا کثیفی که اگر هست تمیز بشه و شسته بشه. یکی از بهترین کارهای موجود در بازار توی بخارشوها کارچر هست. هم کلا برند کارچر برندیه که صرفا روی تجهیزات نظافت کار میکنه، همین که الان خدا رو شکر صرفا همون ساخت آلمان داره وارد ایران میشه و یکی از بهترین کارها هست. امیدوارم بگیرید، استفاده کنید و لذت ببرید.